مقامات کمیته کار با زنان تاجیکستان همه گونه معرکه ضد حجاب و لباسهای دیگر اسلامی را در کشور رد کرده گفتند هدف آنها فقط ترغیب لباس ملی است. با گفته مسئولین کمیته آنها ضد پوشش همگونه لباس‌های هستند که به فرهنگ ما مخالف است، اما کارشناسان میگویند این گونه طلب‌ها نقض حقوق و محدودیت در آزادی انتخاب میباشد. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 28 ایول در صحبت با خبرنگاران ادعاها درباره مبارزه با سطر حجاب را رد کرده گفت و اون لباس‌های بی‌ادبانه‌ای که امروز در برخی از دخترها ما امروز می‌بینیم، ما امروز مو با مقابل آنها مو با مقابل سطر و حجاب مبارزه نمی‌کنیم، ما تشویق و ترغیب لباس ملی رو برآورده داریم و این روز در برابری پیشگیری پوشیدن زنان سطر و حجاب، پیشگیری پوشیدن لباس‌های از جانب برخی دختران که لباس‌های بی‌ادبانه و با فرهنگ و با ملت و با فرهنگ ملی ما و دین ما مناسب نیستند، امروز ما با اون نیست گفتم می‌گذاریم با این دخترها نیست کاربری می‌کنیم. حالا در تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان گروه‌های کاری مخصوص برای تشویق لباس ملی به کار آغاز کردند. این گروه‌ها بعد از سخنرانی پرزیدنت امامعلی رحمان به مناسبت 10 سالگی قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها تأسیس شد. همزمان عالمی گفت که سری پیشنهاد نمونه لباس ملی با تاریخ‌دانها و فرهنگ‌شناسان مشورت می‌شود. اشاره مسئولین کمیته کار با زنان و عائله درباره لباس‌های به قول آنها بی‌آدابانه ظاهراً بیشتر به دختران جوان تعلق داشت، اما نمایندگان این قشر میگویند اگر واقعاً مقامات تاجیک میخواهند دختران را از پوشش لباس‌های بیگانه باز دارند، پس باید برای آنها انتخاب‌های دیگر پیشنهاد کنند. این حال بابا نظر و حقوقدان معروف تاجیک گفت جامعه‌ای که خود را آزاد دموکراتی اعلان می‌کند هر شخص حق پوشیدن لباس به خود مناسب را دارد. او افزود اگر مثلا دولت البته دولت اسلامی باشد اینجا نرم‌های شریعت وجود دارد، موافق نرم‌های شریعت مثلا مجبورن اونها این کار را بکنن. ما دولت دموکراتی حقوق انتخاب داده است. دوست داشتن، محبت داشتن، لباس پوشیدن، یک شخص را رفیق انتخاب کردن، اینها حقوقای شخصی است و خواهد نخواهد درویگی میکند. اینجا میکند فقط جای دیگر رفت با دیگر کار میکند. با همین خیل مثلا دولت میتواند آدم را به درویگی طلب کند. حالا در خیابان‌های دوشنبه زنان را با لباس اروپایی، ملی و اسلامی دیدن ممکن است. نظریه آنها هم در رابطه با تهیه شدن یک شکل ملی لباس و توسعه آن برای شهروندان مختلف است، اما در مجموع اکثریت جانبداری آزاد بودن در انتخاب شکل و رنگ لباسند.